Hazır bulunun iki sadır bulup hesabıyor. Ya sağlıklı. Ne sağ sadır bula? Sağlıklı hazır. Bugün kuşağı olacak da dersi. Kuşağı kalacak akşam. Davud Afzal, selamun aleyküm, aleyküm ve selam Nureddin, خوش وقت سلام علیکم سازی علیکم و سلام خوش آمدین سازین سلامتتون خوبه کار براکتون خوبه چادر خوش آمدین لایک را فراموش نکنین امروز بازی تشکیل کنیم گفتیم به کردک کوچ خیلی معقول میشه بچه ها نمیشه خوش آمدین همه کسا خوش آمدین سلامت باشه پنشه سلام علیکم و سلام علیکم السلام علیکم خوش آمدین همه کسا خوش آمدین بازار السلام علیکم سوالت بتم من سوال میتونم که السلام علیکم من سوال میتونم بچه که 12 نفریم اگر چی نباشد دشور نباشه لایک مونین انا بسیارتر شود که یک کم تر کنیم امروز یک برنامه تشکیل کردیم کنکورسی که آدمای کنکورس کن ای کنکورس سوم بیوان ما مقصد که سوم میتیم یک سوال سر یک سوالی داگی هر کسی که مقصد سوال ای خو یگون نمیدون حکمت یگون شعره دوام اون را ما فرض کردیم یک مصرعش اولش میگم دوامش شما میوین انا 2 دقیقه هر یک سوال دا وقت میگذاریم هر کسی که افت در هم بیکاری میشنه یک سوال 100 روبل کار کردن میگیره بعد نمره واتساپ هم میگیم هر کسی که سوال جواب گردن اگر هم را درست گفتم مقصد خب خیلی اسکرین شات کرده میمونیم یا که شما اسکرین شات میکنین واتساپ هم میگذاریم میپرتین نمره کارتتون میتونه فرمیتم خوش اومدین لایک را فراموش نکنین همین خیلی بازی پانش کنین بچه‌ها دا یکی بو معقول میشه آخی اگر شید انا و روزای یک شنبه تشکیلش میکنیم ان شاء الله با امر خدا لایک ابو سلام علیکم لایک ابو سلام علیکم سوزین واسه چی بازی بوده سلام علیکم شناختی بازارو هدر اکا امی سایت ختم اکانت ختم باشه چی من نشناختم اکا خوش اومده همان کسا خوش اومده سلام علیکم علیکم با سلام چکر اکا اینجا سوزی سلامت باشه شما خوبه این سوال تجدید میکنیم ای ماچیتی منابات بوده گاب نیست اکا دیدک با تلفونت نکنه و برای کنکورس ویدیو میکنه کردم گیره اوی دی بگو جه مادا تلفن کدگی ای سلام سازی محمد علیکم و سلام شما این بچه ها اگر دشور نباشه لایک ها رمونه این پهن کنه بچه ها دا سوالا ای روزگار دانشمندا شعراش حکمت ها ای همیو میشوه هر کسی که مقصد دوستور نکنه اولین شده مقصد در همی کامنتری در اولین شده میبرویه مقصد جواب اون را قبول میکنیم جواب درسته یعنی جواب اون را قبول میکنیم سر یک سوال 100 رول میگذاریم اگر پسند باشه روانش کنین حالی سفر ما لایک ایتاجیک زنده باشه که سلامت باشه خوش اومدی چل داری یه روز تلفن میکردم دیگه هرچه جواب نگرداندی دیگه خب پنج کنین دیگه برادرها دام پنج کنین ها 200 رول مونده بچه 200 روبل مونده باشه من خطا کردم همین کویر 100 روبل بچه ها یکی اشتباه 200 روبل مونده نه تا 200 روبل نایسونده من بالا در چی مونده من فکر کنم 100 روبل مونده کویر بینو یا برو 100 روبل در یک سوال 100 روبل استاد یکم لایک هم خودم موندم همه زنده باشه خوش آمدید زنده باشه برات خوش آمدید همه کسا خوش آمدین روان کنیم بچه ها که یک نیم ساعت نوار کنیم که چقدر نتیجه میته چقدر همی پیشنهاد سازه با گفت شما بچه استاد 200 روبل نه 200 روبل در تا دک چه نویسندگی هم
названиш дар ин нависондагиам ана дар ковер 100 рубл аслаш 100 рубл бачо. Яке иштибоҳ нашавад 100 рубли мондагиам. Хеёл 100 рубл маълим якта то сада чанд? Маълим якта то сада чанд? Наҳай. Як гарасуд ҳамон навиштагиай. Тамом. Чӣ хела сарш кунем бачо? Касе разе ҳамида равон кунем лайка монем сар мекунем. Одам камтар айне ки агар бишава бисёртар бисёр зури бад мешава. Камтар пасташ кард. Чарон дум ҷашн дист. Рафтем. Каме розия ку бинависем рафтем менависем лайк мемонем ягон чи сарш кунем. Фақат одам камтарай равон кунем рӯз якшанбе иншоалло ҳеҷ кас надонист. ҳай ҷама савол метавонам ка агар савол дар ҷавоб ёфтам суме партовем. Рафтем. Оли ҳисоб мекунам мегӯм така. Тамом ака. Кличка мефартам. Амадиёт ҷамшед рафтем. Бачаҳо коми розӣ бошед рафтем. Фақат одам камтаракай. Агар партояниш дигарда равонаш кунем имрӯз рӯзи якшанбе бисёр одамон дам гирифтеса 1 соат то намози пешина кунем. Баъд натиҷаш хуб боша баъд ҳафтаҳои оянда мемонем ҳар ҳафта ҳамихел. Гап нест ака телефон хати ҳисоб мекунем. Ана калькулятор қати ҳамаро ҳисоб мекунем. Аба. Ой. Ҷудаи? Хоб рафтем ҳар сафара чликот қати ҳисоб кун. Давай. Тамом шед гап нест чликот қати. Акаи Нурдин иншоалло ма ҷавобша худам мегардонам. Вале ҳисоб кан дар кора. Барои математика хуб дар кора ёки заррани донистон дар кор буд. Шуд сарш ки. Рафтем бача одамо камтарай сарш мекунем фақат одамо камтарай савол ай чӣ иборатай? Саволо ай фарз кардем мисраҳои шеърии адибо ай. Мо мумкин ки аз рӯзгоршон боша, мумкин ки аз ҳикматҳои бузургҳо боша. Ҳамёра мақсад фарз кардем ай Умари Хайём ду мисра рубоиҳо чама мегӯм 2 тайрияша дар 2 дақиқа ва ҳар касе ки давомша тавонист аввалинчида бинависона дар комментариями боло дар якуми аввал биромад ҳамонро қабул мекунем дурустша. Ин ҳамин хеле ай. Ёки панд ҳикматҳое ки ҳастай ҳамёра мақсад аввалша мегӯм давомша бояд ки шумо бигем. Агар ҳамин чизо бошад мақсад қабул шавад мекунемш. Ҳар як касе дуромад якум лайка монем. Бале ҳар касе ки омад лайка монем бисёр хуб мешавад. Бародародам роиш кунем. Агар ҳам пешниҳод қабул бошаву мақсад чӣ боша бо давомаш метавем. Агар ки не хай имрӯз як месанҷем кӯчиқӣ мешавад. Як 20 нафар одам ақаллан шен 20 нафар шен ки то видеои мо паҳн шавад. То видео паҳн шавад роз ҳар кас ки медара лайк монад то видео паҳн шавад. 20 нафар одам шем ақаллан ана бигзоримаш. Конкурси ҳалол бизорен ами сарте ки якум савола ақаллан я 20 нафар шем бачаҳо ақаллан устод тоқама лайк мондо. Саломат бош саломат ина бачаҳо қариб 20 нафар лайк мондагиянд. Хуб. рафтем як 20 нафар мекунем бачаҳо дар равониш кунем як 20 нафар шава ақаллан. 20 кас бидорем баъд ҷолиб мешавад ба фикрам. Ҳар кас фикри худша менависона мефаҳме устод тоқама лайк монда бофаҳме якум шав осон бутем маълим. Ё устод ман ягон шеър намедонам. охи не нафар тамошо менаи маълим.
13 نفر شدین انشالله با امر خدا بسیارش روان کنیم بچه ها اقلا 20 نفر شود جالب شود با 9 نفر با فکرم که قدر جالب نه با هر حال خوبه بسیارتر خوب نیست بو بچه که نو میدارین مقصد مرحمت آبونه شن پیشنهاد خوب باشد اگر هفته آینده انیم بکنیمش وقتی معین بگذاریم بازی همون قدر زور میگذاره ولی چقدر بسیار باشه همون قدر زور میگذاره بچه که نو اومدین خوش اومدین شرط بازی را اگر هر کسی که نفهمیده باشه خب بفهمانم یکم سوال هم میگذارم بچه ها خیلی شوه بگذار دری بعد نشوه یکم سوال هم میگذارم به همین مانند دیگر ها شنیم به همین مانند دیگر خیلی ایکی اکر رفتیم کتاب دفتر پیش دویگی انا اوزی سرش میکنیم بخدا نیومده اکر اینه بچه ها برم زن دادم گوست ها چیش دادن سوا 7 نفر شدیم بچه کم شدیم خب رفتیم یکم سوالا که با همین 7 نفر شدیم فرض کردیم یکی از همون سوالا با مانند همون سوالا ای پستر گبزه یا کی برای خونه گبزه 7 نفر شدیم کو بنا ایستونین 9 نفر 10 نفر بچه ما بازی تشکیل کردیم بازی که در بیکاری میشنی اگر هر کسی که برد بخواه در کارتش میگذاریم نخواه یگان 1000 روبل ایلبوی کس مقصد یا نیازمند میشه که با فکت دلیل یگان نیازمند مقصد بگذرانیمش یکی از همون سوالا برادرها همه آسان‌تره همه هر بگیم که هر روزه استفاده میشود همه برام اینا 4 نفر شد 4 نفر کمی بده خیلی هیچ کنه گرفتیم انا چی شد کلاس باید بزنیم نه دو رو شدین رفتیم کراچی انا این بچه کمی بچه ما با عرضه گفتیم دوستا رو خیرات کنیم بسیار شدیم ما کمی بچه که 5 نفر شد بچه کجا شدین همه تون برفتین 4 نفر نشون دیسته ما در توره هم 4 نفر موندیم 7 نفر 7 نفر شدین داود سرش توسط که همیشه میره یا 10 نفر شوه اقلا خب رفتیم یک سوال هم میتونم نه سوال هم مقصد سوال ایسان میکنین یا که همون حکمت ها یا که شعرهای بزرگا که هست نیست چه میگم نیست دیگه شد در 2 دقیقه وقت میتون برای یافتن مقصد در 2 دقیقه میتونین که دوام شد در کامنتاری در همین پیاموی بنویسونین ای سعدی شیرازی یک حکمت چه میارم میگه که بزرگی به خیرت است دوامش چه یک چند کلمه دیگه میموند بزرگی به خیرت است یکی از حکمت ها سخنهای سعدی شیرازی یکی از دانشمندا بزرگا شاعرا ادیبای فارس و تاجیک سعدی شیرازی بزرگی به خیرت است نه یکه بنویسون اکا جا بنویسون اگر فوری باشه
استارت. نه با استارت. استارتش چیه؟ بزرگی نه با سال. خانه من تجکی. خانه من تجکی درست سوال جواب توری بزرگی با خیرت است نه با سال. مقصد هر کسی که سین سالش کلانه همه او دانشمند خیرتمند بدن نمیتواند. خانه من تجکی اسکرین شات که بگی مقصد ما اسکرین شات میکنیم میگیریم واتساپ روان میکنیم اکا چی میکنیم سومتا میگذرونم. خانه من تجکی جوابی درست کردم. خب رفتیم بو دیگرش. هیچ چیزی ما رو بسته نمیکند. چیه که غیر از امو هیچ چیزی که ما رو بسته نمیکند غیر از امون چیزی که مقصد که میتواند که ما رو در چه خیلی بمون بازی اگر خیلی فهمونم فراتر میشه و از زورگی نواسه است. هیچ چیزی ما رو بسته نمیکند. همون عمل هایی که ما میکنیم همون عملمون میتونه که ما را در گرداب غلطونه بسته کند به همون مقصد. مقصد چی از همون چیز حکمت های یعنی حکمتش هیچ چیز ما رو بسته نمیکند همون طوره که همون عملی مایی که هست کو کدام عمل مونه در نظر دارد. خانه من تجکی زنده باشه. خانه من تجکی اکا اسکرین شات که جمون انا میگذرونیم شکر. خانه من تجکی همجا یک سوال یکما. نه دانش بسته نمیکنه که اکا برعکس دانش کشوده میکنه پیشای کار را پیشروی را زیادتر میکند دانش به فکرم. با طریق دانش میتونی هر مشکل را آسان کنی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم با سلام خوش اومدی برادر سید امیر سین خوش اومدی خوش اومدی. هیچ چیزی ما رو بسته نمیکند همون طوری که هیچ چیزی ما رو بسته نمیکند همون طوری که همون عمل هایی که فرض کردیم که یک بار دیگر رو چه هیچ چیزی ما رو بسته نمیکند همون طوری که خب رفتیم نه همون طوری که یک عیب داریم که خب سوالو در وقت میگذارم. یک دقیقه وقت دیگه موند. هیچ چیز ما رو بسته نمیکند همون طوری که السلام علیکم سوال آفتیم معلم چه. خب ادریس تیوی ما از بچه ها چک کردیم سوال موندیم. یک برادرمون یافت یک تشه عملی نیکی مو خونه من تاجیکستان نه عملی نیکی مو برعکس حال ما را بسته نمیکند برعکس حال نسبت ما خوبی میارد. بسته کردن یعنی که ما همو عمل مونده ما علاکه زبان کوتاه میشیم بگیم بسته میشیم خپیده میشیم همو خپیده میشیم یعنی به معنی که چه خیلی بگم باز یک کم تر همون کلمه را گفتم هرچی هرچی گذاشتمش بدی کردم بدی کردم بدی کردم.
همیره قریب سینونیم شای قریب نه که سوال میگذرونم وقتش تمام شد. خب میگمش هیچ چیز ما رو بسته نمیکند همون طوره که عیب های ما هیچ چیزی ما رو بسته نمیکند همون طوره که عیب های ما اگه من به طرز میفهمیدگی خودم میگم، یعنی آج اگر من همینجا بشنم یگان کسا نصیحت کنم خودم گناهگار باشم، میبرویم میگه رو تا سیانک خودت همی عملی بده انجام میتی، یعنی فلان عملی بده انجام دادی چرا تا سیاه کرده سی یا که دروغ گفته سی، حالا اون که خودت گناهگاری انا در همین جا، یعنی ما چکار میکنیم زبان کوتاه میشیم در همین جا زبان کوتاه میشیم، یعنی که همی عمل موقتی همی عیب ها موقتی ما را چکار میکنن میخپن خوبی باشه. خب سوالم میگذارم دیگر. خب ایرم میگذاریم. میگه که خودت رو دیدن میخواهی با درون آینه منگر، دوامش ای شما وابستگی دارد. خودت رو دیدن میخواهی با درون آینه منگر، دوامش در حساب شما. تا اگر میخواهی که خیلی بدن تا بفهمی خودت رو دیدن میخواهی با درون آینه را با درون آینه منگر، دوامش. خب رفتیم حسابش میکنیم 48 50. سوال داده سم بردار جان، نمی سوال های هر کسی که نو اومده نمیدونه خوش اومدین لایک را بمونین. خب دستون نفهمیدم بردار دستونی چی؟ نه برای آینه نه. خب دستان آینه یکدیگر بلکه ما آینه درون بلکه با آینه درونت نظر کن. درسته. خب هر کسی که خودش خیل بدنش میخواه یعنی که حسن در نظر نداره، خصلت رفتار در نظر دارد، داوود افیتسال یک جواب داینه دیم سوالا یافتن بلکه ما آینه درون نظر کن، با آینه درون نظر کن. خودت رو دیدن بخواهی با درون آینه نظر نکن، با آینه یعنی که با آینه درون نظر کن، با آینه درون نظر کن. بچه نمیفهمیدگی کم ترک میگم، اگر درست باشه خوب نباشه خیلی با شما میتونه که سعد شیرازی. خب هر کسی که میگه خچه دیدن میخواد چه خیلی در آینه نگاه نکن، یعنی ظاهر در نظر نداره، فعل رفتار تو با خودت نگاه، با آینه درون نگاه که خودت چگونه آدمی. مقصد همین قدر رفتیم در سوال جواب یافت شد داوود افیتسال بلکه با آینه درون نظر کن. خب دیگر سوال هم میتونم باقی یک روبایات هم میگم دوامش ای شما بچه ها داود افیسال یک جاک در سکرین شات کمون که یکی از خاطر ما نبرویم ما هم میکنیم و هر حال تو استودنت که در کار میشه. خب میگه که چنگیز که سر ملت ما تیغ کشید، لنگی که منار کله بر میغ کشید. اگر دشوار باشه میتونم که بگذارم دو مصرع روبایاتی دیگه، دو مصرع دیگرش.
دو مصرعش هم خوانم، دو مصرع دیگهش به طوری که در 2 دقیقه بنویسونید. یعنی درباره جسارت، غرور و دلیری و شجاعت ملت ما های بگیم همین مصرع‌های شعری میشود. دشواره. چنگیز که سر ملت ما تیغ کشید، لنگی که منار قلعه برمیغ کشید. یعنی خونخوری چنگیز هم میدونین تا چی درجه کلمانوره ساختگی حتی از انسان ها، از کله های انسان ها به همون درجه خونخوری و بیرحمی، مقصد به همین قدر قاتلی و بیرحمی. دو مصرع دیگرش ماندگی. اگر که 3-4 نفر بگن دشواره، دیگرش هم میگذارم. سه نفر اگر بنویسن دشواره، میگذارم بچه‌ها. سر کنید. وجه ما رفته استیم باردار سر کردگیم. دشواره. سر کنید. دشواره. دشوار. شد دیگر سوالای سوال مونه انا میگیریم، پس میگیریم. میگه که زنی که خوشبختی میخواهد با الماس دستش نه. دوامش اشما. زنی که خوشبختی میخواهد با الماس دستش نه، یعنی داراییش در نظر دارد به فکرم. زنی که میخواهد خوشبخت شود با الماس دستی، فرض کردیم مرد یا که نمیدونم جوانه، نه بلکه نه. هر کسی که هر وریانت های خودش بنویسونه باردارو، هر کدامش که درست باشه انا همون شب مقصد انتخاب میکنیم میگیریم. فقط تیستر بنویسونیم که وقتی وقت نماز میشه اول نماز آب خونیم، اگر با روزی باشیم بعد نماز دوام تیم نباشم بعد با هفته یک بار دیگر تکرار کنیم. زنی که خوشبختی میخواهد با الماس دستش نه. با الماس دستش نه یعنی که طرف مقابل در نظر داره، یعنی مرد در از جوانی که مقصد زنی که خوشبختی میخواهد، مرد یا که جوانه با الماس دستش شاید که داراییش در نظر داشته باشه، با داراییش نه. قبول نیست. کی داره میکنی؟ ذکر رجب میتونستم قبول کنم، مقصد همین خیلی بعضی جودان هسته نه که هر چیزی که حاجی در اینجا گفتگی در چی این خیلی نیسته. قبول توفه شده نظر میکند. توغری زنه که مقصد که خوشبختی میخواهد با الماس دستش نه بلکه با گلی هردشده نگاه میکرد. داود افیتسل انا دویم سوال جواب گردان. فکرم به وقتی نماز یک جا ده قید کرده بمون بچه‌ها که فراموش نشود. بعد نمره واتساپی که این دک از داود با یک برادر دیگر مون بود، نمره واتساپ هازی میگم بنویسونه روی کنیم سمتونه روی کنم.
خب پلوس 992 988 81 82 نایسونش خیلی داشته چی؟ در اون تابو نایسونش بنگیرن باگولی توفه شده نظر میکنه توریه داود گفت توریه. خب جوابش درسته بچه ها. داود افیتسالا جوابش درست است. یک حکمت دیگر هم میگم بچه ها به گل توفه شده نظر میکند. میگه اگر وقت از همه قیمتترین چیز است پس مصرف آن دوامش به عهده شما. اگر وقت قیمتترین چیز است پس مصرف آن دوامش به عهده شما. آخران سوال به فکرم داود مالانه است هیچی 30 روبل 30 روبل 200 روبل روسی یعنی هیچی نشوه 30 قریب میشوه. شاگرد اخته از ذکر را جواب خیلی نیست که ولی آخر بعد میگمش مقصد. سلامت باشید داود. اگر وقت از همه قیمتترین چیز است پس مصرف آن نمبر واتساپ چند بود؟ نه نایسان 5 پرو نایسان داشت فقط حوزی امی تلفنی که مقصد پریامو افیر کردیم در امی واتساپ های فقط زنگ نزنین که افیر میمره انا اما در نایسان برادر چی کنیم سونتر روان کنیم. مرنا سلام علیکم ای چیه پایجا شماده در اینجا سر یک سوال 100 روبل ماندگی غنیمت است. جمشید یوسفوف متاسفانه خیلی نیست. اگر وقت از همه قیمتترین چیز است پس مصرف آن یعنی مصرفش بیهوده و گذراندنش در راهی راست اسرافش کنیم. این خیلی عنیم نیست میشه تکرار کنیم. سوال های همینجا سایتی که مقصد مهرانه نایسوندگی خواهری اکای برادری اگر وقت از همه قیمتترین چیز است پس مصرف آن یعنی که اگر وقت قیمتترین چیز باشه مصرفش چیه؟ بیهوده گذراندنش یعنی نه جوابش نیسته. کامل باید نه مصرفش عزیز نیسته مصرفی که بیهوده میگذره همون وقت خیلی عزیزه. تکرار کنین یک بار دیگر. اگر وقت از همه قیمتترین چیز است پس مصرف آن یعنی که با بیهودگی بگیم دوام شد میشوه مصرفش با بیهودگی. گناه هست متاسفانه خیلی نیست در اینجا. نه داود باید قیمتترین در عمر انسان است آن را در عبادت خداوند در راه راست صرف نما. عبدالخالق خوش آمده. درسته که وقت از همه قیمت است و در راه خوب صرف کردنش یعنی که به منفیت ما ای لیکن در اینجا دیگه چیزه. یک بار دیگه اگر وقت از همه قیمتترین چیز است پس مصرف آن با بیهودگی هم بگیم دوام شد با بیهودگی گذراندن وقت
کلمتك گذاشتن باید وقت حکم رفت. وقت من میره انا بخدا ما ايه جابوا شابون امسح خب جواب شما گردانم بچه ها. اگر وقت از همه قیمتترین چیز است پس مصرف آن به بهودگی بزرگترین تلفات است. بزرگترین تلفات است. هر چیزی که چیز قیمتی را که تا ایدست میتی برای به هیچ ایدست میتی تلفات، یعنی بهوده صرف شدن، گم کردن. خب همین چیزایی. خب بچه ها سوال بتون یا که وقت نماز شده بعد نماز دوام بتیم میرونه. و فکرم که ای همه مهم نماز های نماز هم میخونیم با بعدی نماز. هر کسی که آمد خوش آمدین، انا آبونه شدن فراموش نکنین با دوام میتیم. برادرایی که ده کس که بعد داوود افصل ده سوال جواب گردان. یک برادر دیگرمان خب کی بود؟ تاجیکستان بود چه خیلی بود یک کسی دیگر خانه من تاجیکستان یک سوال جواب گردانده بود. سلامت باشین. نمره چرا نویسانده پنج پرو نمره واتساپ در همینجا بنویسونین. خب انیخ کنه که همون خودتونین بگذارمتون. البته سلامت باشین. خدا نگهبانتون. بعد نماز با دوام میتیم.